سلام گرم من به تمام عاشقان جهان. سیاوش هستم از PakinFin.net. به کانال من خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با یک بورد گیم بسیار زیبا که خیلی جایگاه ویژه‌ای تو قلب من داره. راستشو بخواین من این بازی رو برای همسرم نوشتم که تو این لحظه خیلی خیلی از من دوره. این بازی رو نوشتم که بتونیم من راه دور با هم بازی کنیم و خیلی به ما کمک کرد که خیلی لحظات خوشی رو کنار هم داشته باشیم و من تصمیم گرفتم که این بازی رو با شما شیر کنم که شما هم بتونید لحظات زیبایی با این بازی داشته باشید. این بازی از انیمه هانتر ایکس هانتر اومده که خیلی رو من تاثیر عمیقی گذاشته، مخصوصا قصه کوموگی و پادشاه. اگر حالا دیده باشین خیلی قصه زیبا و تاثیرگذاری هست که حالا اونجا من خیلی به این بازی علاقه‌مند شدم و از اونجایی که از همسرم دور بودم تصمیم گرفتم این بازی رو بنویسم و آنلاین با همسرم این بازی رو بازی کنم که حالا خیلی دوران خوشی برای ما رقم زد. انشالله توی ویدیوهای آینده من در مورد قوانین بازی بهتون میگم، کجا میتونید با دوستاتون بازی کنید و همین. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم که این بازی بتونه براتون شادترین لحظه ها رقم بزنه و به همه مردم دنیا هر جایی که هستن کمک کنه که بتونن با دوستاشون، با خانوادهشون، با عزیزانشون یک ارتباط زیبایی برقرار کنن. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.